الو السلام علیکم و رحمت بابو. و علیکم السلام. بفرمایید. کجا خدمت میکننده برای ملت رحمت کلام با خدا جان خودتون فدا میکنین، در خطر میمونین، خدمت میکنین اکا من لیش من میندارم اکا جان، با خدا قسم اکا. زنده باشین برادر. مسئولیت هست، مسئولیت چیز دیگری نیست. اکا بفرمایید. همین میگن یا معلومات گرفتنی بودم، میگن 45% تاجیکستان پامیر فروختن اکا، همین راست باشه نه؟ خب چون این حرفا هست در شبکه‌های اجتماعی، اما تا جایی که اخباری درست‌تر از کدام یک رسانه اعتمادناک یا که کدام رسانه آمریکایی که تحقیقات کرده باشه، اروپایی نمیدونم، رسانه هایی که باشه اگر درست تحقیقات بکنه و اعلام بکنه، خب میتونیم قبول کرد، چون رسانه اعلان کرده است که اصلا احتمال هم داره. من نمیگم که نه، من نمیگم که ها، و انتظاری تحقیقات درست‌تر هستیم برادر، چون نمیخوایم معلومات بر دروغ که ساخته برای مردم بتیم. من همین بحث دیدم اگه شما معلومات دارنده، خبر دارین چی گپ نیست، شما خبر رساننده برای موقع. اصلا در حکومت رحمانوف شک نیست که کلی ملت بفروشه، برای او شک نیست، هر چی شدنش ممکنه برادر. در حقیقت بله. اگه میبخشین این مردم ما خیلی بیناموس عمل یا ریخین شده، بهترین این گناه چیه؟ غیر خدا دیگه که ترتیدن به عقل اینو چیان به ناموسن یا خدا توبه پگه میان خانه شون میگیرن در کوچه میمونه شگرانه خدا که شگرانه جناب اولی که نعوذ بالله چی گفته است تو احمقه؟ او انسانه، او خدا نیست هست میکدگی خدا هست نیست میکدگی خدا. ای احمق، ای بخدا کجا ما بخدا جان خودتون در خطر میمونن، ایورا خبر میرسونن یا من چی بگم من نمیدونم با خدا. شخصا من اکا جان، شخصا من در درون تاجیکستان هم بدم، در نام خدا جانم فدا، البته خدا طلب میگم دیگه یگان تشغیر اوتا و چند امید ندارم، نمیسالو خیلی خداوند کمکی که در پناهش مرا نگاه میکنه خدا تمام، غیر خدا ما هیچ نداریم اکا، در کی جای باشیم نباشیم ده. راست که مردم ما در کجا من هیچ نفهمیدم، گبزنیشون میلیارد هر یتش رنگ گلوبوی باره ریش موندگیه با خدا قسم پیش روین بدون تأخیر هستم گبزنیشون میلیون من خیلی نامیکی رحمانوف میگیری اکا جون همین میلرزه میگی یا خدا تو بر روز قیامت بسر یومد. ای مردم ای استغفرالله ملک الموت رب العرش العظیم کیه؟ او خدا، او محمد که با ما فرستاد که اما خدا بترسی احمق دیوانه. ای بخدا کجا ما همین گلو بخدا سرم ویران بشه گبزنیشو مردم مون کجا میلیارد هیچ یاده و به حساب همون کاتگوری دوره نامی که رحمانوفا میگیره نعوذ بالله بسم الله. ای خدا توبه که من خیلی انسانا را کو در اکا من خدمت کفر یک نیک تو میبینم خطی هم بیاست ما یک دستش خطی میکنم هست بخدا که جروه ما شناسای ما هست امنیت کار مگه چه اوجا در لبوج سیستم هست خیلی اهمش گناگو نمیگیرم اکا شیرای نر خوب انسان حقیقت انسان بهترین خوبترین هست دسته تا که احمق پیدا میشه اکا همون را کو یا شپلو زنی اجاش نمیخزه برا یکی گپ زنیشو میلیارده نام امام علی را میگیریم بخدو میلیارده. نعوذ بالله بگو بسم الله او ای خالقت بترسی اکا جان رحمت کلام بخدا قسم موی گپ میزنه بودو سی احمد دیگه گپ میزنه زنگ میزنه شما چکا کردین ای کردین بعد نگاه کنم تو سوال میتیم اینو در خبر رسانو ده من گوش که احمق اینو جان خودشون در خطر مونده برای ملت خبر رسونده است. ملت پگه خونه تا نسوزونه میمون اینم خیلی تو باری میمون افلاس ده. اگر ایلوز میشین اکا وقتی که همین من یک کج همی من نمیکشتم میمونده نه من نگاه کردم میسودم هم خیلی دست احمق زنگ میزد من قطعیان گپ میزدم دلیل معلومات البته من دارم برای اینا تیار مکه. زنده باشیم بابا انشاءالله برنامه بعدی با صحبت میکنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. در خطر مونده هیچ نکرده است جان خودت در این جان بهترین نعمت خدا. بله بله اگه من هم بسیار من در البته بخدا قسم میگم اگه جای وایما اگه به مدنیتی گپ زدم گوش کنندگو و خیلی میشنویدگی ها آدم‌ها بخشش میگم اگه سر
یا ویران همی ویران ها را دیدم من سرم ویران من خیلی طاقت ندارم ده من دهن من نمیخوام من در کی جای باشم نباشم ای خدا میترسم این همی ای خدا ترسه بله او نیست که فقط خانه او رامی که رحمان فهم میگیره میترسه اعوذ بالله ای رحمان فهم یا انسان های ما هیچ زید نیستیم پروستاکی زیدی ملت های زید نه البته او فرعون کی باید رحمانوف کیه ولی بسم الله پایمال میشوه پروستاکی اکا این مردم ما در حقش دعا که دعا قطعی کار بود نمیشوه تو یه حرکت که البته دعای تو با حرکت قبول میشوه در نزد خداوند راست بسیار خدا هر احمق و اکا جان ریخته اینه عبدالرحمن ملدز یک گودکه که اکا شپلوغ نه شمال قطعی میغلطه بای بچک شمال قطعی میغلطه حق و حقوق انسان طلب کرده است حق و حقوق انسان امایله او حق و حقوقی که نیست هست کرد او ذات طلب کرده است بله بله خدا اکا جان رحمت کلو امید زنده باشین برادر تشکر زیاد خدا خدا نگهدار باشه سلامت باشین اکا جان خداحافظ هزار زنده باشین